ممکنه خواهش کنم اجازه بدید امشب من در دفتر کلانتری بمونم؟ ما نمیتونیم خلاف مقررات رفتار. آخه شما نمیدونید موضوع چه قراره. والله شما نمیدونید که من تقصیری ندارم. بفرمایید. بعد لااقل اجازه بدید یه پاسبان پشت در بمونه. بفرمایید تو. تمنا میکنم. باز کنید. باز کنید. باز کنید. سرکار تقاضا میکنم این پاسبان امشب پشت در بمونه. باز بیش از 5 دقیقه در ایستگاه نیشابور توقف نخواهد داشت. برام خان خود با تا لاغر سلام. حالت چطوره؟ خوب. شب دو داری از همینجا بده پایین. اضافی ندارم. از این طرف. کجایی تو مردک؟ 3 سالی که از تهرون قهری؟ رسیدم به خیر. خوب اومدی؟ راست که هرچی درباره اینجا گفتن کم گفتم. به حالا کجاشو دیدی؟ تازه اولشه. الحق جای با صفایی. مشایعین محترم خواهشمند است از قطار فاصله بدید. کجایی بابا؟ الان یه هفته است منتظرتم. آخه نشد بیام. خب حالا آمدم. پس بریم. هنوزم همون خدای بدقالی هستی. نیشابوری که تا الان ندیده بودی؟ نه. بهش بی خود اینجای وقت مرکز علم و دانش نبوده. جای با صفاییه. چند تا میدونم تازه ساخت. حالا ما از مرکز شهر. خونه من خیام 3 کیلومتری اینجا. موقعی که اینجا 1,5 میلیون جمعیت زندگی میکرد خیام مرکز شهر. 1,5 میلیون جمعیت داشته؟ بله. تو این بیابون هر جا که خاک و پس بزنی خونه زندگی مردمیه که به دست مغولا نابود شد. شنیدم که زیاد حفاری میکنن. آره بهشت. جای خودت که این چند ساله من اینجا موندگار شدم.
تماشا کن. آرامگاه شیخ عطاره؟ بله، برای اینکه خستگی راه در بره از این ور بردمه. یک دنیا لطفه، شاعر و دانشمند بزرگ قرن ششم هجری. عالیه، حقیقتا شاهکار معماریه. اینم کمال الملک. آرامگاه جدیدشه؟ بله. که یک سال اینجا از روی 3 اثر بزرگ پرده برداشتن. نادر در مشهد، خیام و کمال الملک در اینجا. کمال الملک کدومش بهتر از همه؟ بهتر که چه عرض کنم، به خصوص که معمار هر سه‌ش هم یکیه. میشناسی؟ بله البته، افتخار قرن ما. عظمت هنر رو میبینی؟ الله اکبر چه کرده. هیچ پیروزه‌ای در دنیا به این خوشرنگی نیست. هر چی نگاه کنی سیر نمیشی. هوا گرمه، باقیش باشه برای بحث. اینم جای ما. من اینجا تو باغ این مشرمه جای زندگی خوبیه. میکنم. مشتی خدا قوت. سلام مشتی. مشتی غلام شماه. سلام علیکم، رسیدم به خیر. متشکرم، مرحمت زیاد. مشتی اینجا تنها؟ نه بابا، مشتی به اندازه موهای سر دولاد داشته. همین پارسال یه پسرش جوون مرگ شد. پس باقیشون کجا هستن؟ پسرن یا دختر؟ یه پسرش تهران شوفر اروپا تحصیل میکنه. اروپا؟ بله، اروپا. میبینی آینده کشور ما رو؟ چند سال دیگه به جای 15 میلیون مشرمزون 15 میلیون مهندس رمزون خواهیم داشت. دخترش هم اون بالاتونه ها. بابا بیدی برارش پارسال ورته، اما دخترم تو خمه پیش آقا بهرام دست میخمه. خوبم میخونه. بله، خدا آقا بهرام رو عمر بده. این چند ساله که اینجا هستن خیلی به خلق ما کمک کردن. از برکت همین کمک پسر خوردهمون 9 کلاسش رو تموم کرد. آقا بانی شدن که فرستنش آلمان کشاورزی بخرید. آفرین. میبینید چه مردم باهوشی داریم. باهوش؟ به به، حقیقتا به به. آفرین مشرمزون. حرکت کن، بریم یه چرخی بزنیم. بی خود جوش نزن، شیرت خوش میشه. چطور؟ تو عقلت نمیرسه. تمام بدبختی بشر از همین حرکته. بشر موقعی خوشبخته که حرکت به کلی ازش سخت. تو هنوز همون فلسفه بافیه خودتو داری؟ آدمیزاد بهترین سیرها رو باید درون خودش بکنه. سیر و گردش دروغی هم ممکن نیست مگه با همین دیگران روح رو به تلاطم بیاریم. خسته هستی، بریم یه چیزی بخور، یه چرخی بزنیم. بگو جای من پای همین درختم میزن. کجا با سیاره کجا میبری؟ بابا ای والله، تو به ناشتا و عرق خوردن؟ ببین چی میگم، به جون تو تا نیم بوسی نزنم چشمان وا نمیشه.
تبت برات دیگه نمونه. مبادا یه وقت به این دختر رو بدی به هوای گردش بکشده تو جای خلوت ملوت. چطور مگه میترسی بلاملات سرم بیاره؟ باز من یه چیزی گفتم تو خنده تحویل دادی؟ نمیفهمم. تو میگی من باید از این یله فصلی بترسم؟ باورت میشه اگه بگم این دختر با اجنه سر و کار داره؟ باورت میشه اگه بگم برادر بزرگشم همین اجنه ها بردن؟ نگفتم اصلا با تو که خودت عقل کل میدونی نباید ترس. چی میگی؟ بعد خجالت بکش. تو ناسلامتی مهندس کشاورزی هستی، هنوز از جن و پری صحبت میکنی؟ اگه چیزایی که در این سرزمین من با تو چشم خودم از این خواهر و برادر دیدم تو میدیدی اینجوری با هم نمیخندی. چی دیدی؟ باورت میشه اگه بگم جنا عاشق گلنار هستن؟ حتی یه روز غروب که باهاش گردش رفته بودم چیزی نمونده بود که خفم کنم. برادر بزرگشم همین جنا بردن. جن چیه؟ ها شاید وامپیر شده. وامپیر؟ وامپیر دیگه چیه؟ وامپیر نمیدونی چیه؟ تو کتاب کنسومونسیستو رو نخوندی؟ نه. وامپیر و دراکولا یه چیزی مثل قول بیابونی خودمون. بزن بی زحمت این بوش خوابم شما بید. خب میگفتی آره وقت خواستی که این وامپیر داره اینه که میتونه به جلد همه بره و شبا زنده بشه. میگن هر جا دلش میخواد میتونه بره و همچین که آدم رو تنها گیر بیاره خونش رو بمیشه. هر کس هم به این ترتیب بمیره خودش وامپیر میشه و به جون مردم دیگه میاد. نگو کاملا حق با تو. برادرش هم همینطور وامپیر شد. چطور؟ اینطور که روز بعد از مرگ نعشش هم گم شد. دهاتی ها گفتن نعشش رو کفدار بود، اما بعدا 2-3 نفر شبای مهتاب دیده بودن تو دره راه می‌رفت. مخصوصا 1-2 نفر که من به حرفشون اعتماد کامل دارم به چشم خودشون دیده بودن که زیر درختای بی با خواهرش قدم میزنه. تا به حال این موضوع برای من رمز، اما حالا که تو گفتی همچین چیزی تو دنیا هست مشکلم حل شد. چیزی میخوام؟ چرا وامپیر؟ چیش رفته؟ چیزی ریز به نظرم عرق ناراحتش کرده. برو یه پتو بردی بیار. کلی نمیشه من تخت خوابم رو جایی بذارم که شاخه‌ها مزاحم نور ماه نباشن؟ آخه اگه میخوای مهتو بخوریم بریم سهرا سر آرامگاه حکی. من که اونجا رو بلد نیستم. تو میای نشونم بدی؟ بابا خاک بر سرم میدونی اگه اون وقتی که بابا من اونجا ببینی که به روزگارم میاره سرم رو میبره. آره راست میگی. حالا بعد وقتی آخر شب میره. به فرداشی عروسی دختر که از خدای خود رو همونجا دعوت داریم. ای گویی گمان کنم با من اومد اسب من لچه بساد شادومان روز اومد اسب من لچه بساد بچه خوشگله عروس به آسمون میکنه ناز سورناوا تو حل ببین باچه نشاد بساد سر را کنار ببین تو ما میخواد نار بزنه
سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه سر را کنار بدید دومات میخواد نار بزنه سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه شادومات عروس اومد از بت من لچه بساز شادومات عروس اومد از بت من لچه بساز بلکه خوشگل عروس به آسمون میکنه ناز دورنا و دخل ببین باطن شاکر بساز سر با کنار بدید دومات میخواد نار بزنه سیب سرخ انار سرخ به دومنه یاد بزنه سر با کنار بدید دومات میخواد نار بزنه سیب سرخ انار سرخ به دومنه یاد بزنه به سر عروس خانم که باز کنید نقل و نباد به سر عروس خانم که باز کنید نقل و نباد گل ترم پر گراف به قامتش تو خوب میاد همگی کف بزنید با هم بگیم شباد شباد همگی کف بزنید با هم بگیم شباد شباد سر را کنار بدید دومات میخواد نار بزنه سیب سرخ انار سرخ به دومنه یار بزنه مادیون سمتلایی عروس کرامشه مادیون سمتلایی عروس بارشه زیر رو بند زری چشم عروس بیارشه زیر رو بند زری چشم عروس بیارشه سر را کنار بدید دومات میخواد نار بزنه سیب سرخ انار سرخ به دومنه یار بزنه سر را کنار بدید دومات میخواد نار بزنه سیب سرخ انار سرخ به دومنه یار بزنه به سر عروس خانم که باز کنید نقل و نباد به سر عروس خانم که باز کنید نقل و نباد گل ترمه پر گراف به قامتش تو خوب میاد همگی کف بزنید با هم بگیم شباد شباد همگی کف بزنید با هم بگیم شباد شباد سر را کنار بدید دومات میخواد نار بزنه سیب سرخ انار سرخ به دومنه یار بزنه سر را
فکرم نیستم. عبد خدا بگم چشم بخم. خیال دارم تا آخر عمر زیر سایه مشتی باشم. تا ببینیم مشتی چه بگم. مشتی غلام شماه. بلند بالا به بالا مونده یا ما، بلند بالا به بالا مونده یا ما، بغل وا کن که کرما خورده یا ما، بغل وا کن مرو و کنج بغدی، بغل وا کن مرو و کنج بغدی، که دیشب در بیابون مونده یا ما، کافر بلکی بلکه تو بودی، شلوار ندکی بلکه تو بودی، مکر هنکی بلکه تو بودی، و خوش شیری نبو آخ شیری نبو. بالاخره ما دو نفر نباید کمی با هم گردش کنیم؟ پس چرا جواب نمیدی؟ فاطمه سلطان بنده تو. من شنیده بودم که همشهریای خیام خیلی خونگرمن. چیزهای جالب دل شما رو نباید تماشا کرد. دل ما فقط یه محصول خوب داره. چی از این بهتر؟ خیام میگه مهتاب نیشابور بی‌نظیره. گفتی نصف شهر؟ در قبر خیام. پس تا صبح من منتظرت میمونم. یادت نره شب جمعه برای نصف شهر. ببین من از اول شب میرم اینجا. برو. حتما بیا یا تا صبح منتظرت میمونم. شلوار ندکی بلکه تو بودی، مکر هنکی بلکه تو بودی، و خوش شیری نبو آخ شیری نبو حیف مری ساله، و خوش جایی نه حیف مری ساله، از خال افرامه و جان افرامه دل بر رمانه، بمیرم فاطمه سلطان بنده تو. در کوچه شما دلوانه میشه، در کوچه شما دلوانه میشه، یکی هم باز ما پیدا نمیشه، یکی هم باز ما و هم باز ما و در بالا خونه، یکی هم باز ما و هم باز ما و در بالا خونه، کلی گم گشته و دروانه میشه، کافر فلک.
سر خواهی برد ضایع تر از آن روز تو را روزی نیست. وقت سحر است خیز ای مایه ناز، نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز. کانها که به جایند نپایند دراز، وانها که شدند کس نمی آید باز. شراب و ماهتاب ای ساقی، در شیشه می چو لعل ناب ای ساقی. می نوش به ماهتاب ای ماه، که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را. آقا از اینجا خوشتان نمیاد؟ آمدی؟ که گفته همشهریای خیام خونگرمه، پس چرا جواب نمیدی؟ تهرونیا که خونگرمتر از همه هست. نه، هیچ کس به خونگرمی شما نیست. سر قبر حکیم نزد نکردی؟ نه. چطور مگه؟ اگه نزد کنی حکیم هر آرزوی بیشترشی بر آوردمونه. تو هم یه قد نزد کن که شب جمعه سر قبرش پلو بکی. خودت چرا نزد میکنی؟ چند سال پیش یک نزد کردم بر آوردرم. حالا نظمونو انشالله که قبول خواهرم. چی زنده نمی کنی؟ میدونی موزه کن چی خواستم؟ نه. بگو چی خواستی؟ نفهمی؟ نه. هستم نمتون؟ نه. خودت بگو. از حکیم خواستم کاری کنه تا ما رو بگیر. نمیدونی چند بگیری او رو میگیری؟ البته عزیزم. به خیام قسم بخور. به خیام قسم. میدونستم تو رو میگیری. میدونستم نظر حکیم رنگ خار نداره. گریه نکن. من تا یه ماه دیگه برای بردن تو اینجا هستم. حتما بیایی جهان. حتما بیایی.
ممکنه حامله رفته باشم. 2-3 ماه دیگه رسته خواهم رفت. اون وقت جز مردن علاجی نداره. اگه ما رو لایق خود نمدونی نگذاریم که بمونه بکنیم. فراموش نکن ما حاضرم که نیزیتون بکنم. خدا همراه بگره عزیز باش همونجا برو. الو الو اجازه بدید بی زحمت اون پنجره رو ببندید. الو قربان سلام عرض میکنم. رسیدم بخیر. اومده؟ سلام. حال سرکار خوبه؟ کجایی؟ به مدمت سرکار. قربان میتونم شرفی ها بشم؟ چشم از سال خدمت بشم. بفرمایید. سلام علیکم. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید بشین. متشکرم. حال سرکار خوبه؟ متشکرم. یک دنیا ممنون. اصل حالتون چطور؟ به مرحمت جنوالی بد نیستم. شما چطوری؟ بد نیستم. اگر خلاف نگفته باشم معلومه که تعطیلات بعد حالی خیلی خوش گذشت. بله بعد نگذشت. نمیدونید از این حضرت عالی به موقع برگشتید همگی چقدر خوشحالم. مرسی. چطور مگه؟ آخه فردا شب زمیران به همه سور عروسیشون میدید. عروسیش هست؟ بله. با کی؟ والا دختره کیه و چیه نمیدونم ولی انصافاً خوش. انصافاً چه خوشگل. خدمتتون عرض نکردم. من اصلا نمیفهمم اینطور آدما با این ریختشون زن خوشگل میگیرن چیکار کنن. خوشگلی الان هیچ. صدا رو بگو. صدا هم داره؟ عالی. آقا تو از کجا میدونی؟ الان خدمتتون عرض میکنم. اجازه هست؟ واقعا حیف این زنها که گیر اینجور آدم ها میفتن. چرا دیگه حیف؟ برای اینکه بیپوله؟ میخواستم ازتون تقاضایی بکنم. آخه حیف نیست که یه زن به این خوشگلی نتونه سوار ماشین لوکس بشه، نتونه به اسکی بره. بابا تو هم دست از این حرفات ور نمیداری. خوشبختی برای هر کی یه جوریه. اینا خوشبختیشون در گرمی قانون خانوادگی. چه قانونی؟ چه گرمی؟ این قانونسازی مخصوص زنای زشت و بدترکیبه.
آخه حیف نیست که زن خوشگل کند خونه بپوشه و چشم کسی دروش نیفته. اگه زن خوشگل قرار باشه کامل سازی بکنه، پس زنای زشت و بدترسی برای چه خلق شدن؟ همچه خلاصش بگم، زن خوشگلش برشتر، زشتش از زنت خدا بدتر. متشکرم. توجه بفرمایید. مهمانان عزیز، دوستان گرامی، بنده به نمایش امشب از دوست عزیزمان آقای زمیران تشکر کردم و برای اینکه همه بدونن که واقعا چه زن کدبانو و با هنری میزبان امشب هستن، من از خانم زمیران خواهش کردم که محبت رو تمام کنم و با صدای گرم و شیرین خودشان خانم‌ها و آقایان را محظوظ کنند. نشانه جوانی به تا ترس و شادمانی که جزی به چیستی نماند گر نشانی دلم چون کبوتر به پرواز جاودانم بگویی که موجی به دریای سرانم با عشق و شور امید من زندگی قرارم تا نغمه های جاوید از سینه ها برارم منم آن ناترس فروزم که دل خستگان فروزم به درخت تو در بیایم همه جانها به دل بسوزم منم اون ژاله بهاری که نشینم به گلستانها برسد موج گرم خوشی کنم آهنگ آسمانها دمی برخیزم از شادی سراپا شعله گردم فروغ آشنایی را بیفشانم به عالم نشانی دیگر ندارم چراغی دیگر نخواهم دلم خواهد که همچون سپید و مست مغرور به تیم در بلور آب بنابر گردم از تو یا با هم برافرازیم نشان شادمانی به دلهامان بیفروزیم تمنای جوانی متشکرم. عالی بود به خدا. خواهش میکنم اجازه بدید. خواهش میکنم بفرمایید. هستی؟ خانم زمیران، آقای بهتربر، آقای دولتمند. خیلی عالی. میفرمایید برفتیم. حقیقتا داشتن یک این همسری رو باید با آقای زمیران تبریک کنم. تشکر میکنم نه خالی از تا من کمتر چنین صدایی شنیدم.
زمیران میدونن که من اهل تعارف تملق نیستم. واقعا که چیزای تهرنگی میداری. مرسی. چطور؟ گفتم که در ضمن جان میگم که این صدا خیلی از مردها رو ممکنه وادار به گناه کنه. ببخشید، منظورتون اینه که دیگه نباید بخونم یا فقط باید برای شوهرم بخونم؟ بله، این درست مثل این است که بگید خورشید فقط باید یک نقطه از زمین رو روشن کنه. آقا بس که نمیگذره. ملاحظه قرمز آدم خوشمزه ایه. خیلی خانم خوش‌سلیقه هستی. خواهش میکنم به من کمک کنید و به اتفاق یه روز سری به فوتبال فردوسی بزنید تا اولا من از سلیقه شما استفاده کنم و ثانیاً وظیفه خودم رو درباره شما انجام بدم و کادوی این جلسه تقدیم کنم. مغازه بزرگی. تا حالا اینجا نیومده بودی؟ نه. پالتو قشنگ گرونی؟ گرونه. باید همه قسمت باشه. همینجا بفرم. قسمت های دیگه هم داره البته. حالا بریم. ببخشید خانم، ماچار کدامنی داری؟ بله، اینا همش کدامنی. هر کدومتون میخوای بیار. خواهش میکنم اونا رو بیاری. اون توپم بدی. زندن یه قوارم پارچه مردمی میکنم. برای پارچه مردمی بذاری سعی کن. از شما خواهش میکنم بفرمایید خودتون انتخاب کنید. متشکرم. کدومه؟ همش قشنگه. کدومیش میپسندی؟ هر دوش قشنگه. این به هم میاد؟ خیلی قشنگ. قشنگه. پالتوت هم ببر، ممکنه سردت بشه. ای بابا، آبادان الان 20 درجه بالای صفره. بله. الو 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 الو. نمیدونم این کدوم مزاحمیه که 2 ماه مزاحم ما میشه. صبح اول صبح بی خود اوقاتتو تلخ نکن. لابد یکی از همین بیکاره ها. حتما تا پس فردا برگردی یا؟ حتما دونه. تو خودت میدونی اولین باریه که بی تو باید تنها بمونم. حس میکنم که خیلی سخت میگذره. اینجا کجا، آبادان کجا؟ حالا دیگه هواپیما همه راه ها رو نزدیک کرده.
ماشین جهانگیرخانی. این کیه؟ شوفر تازه‌شه؟ الان چند وقته که شوفرش عوض شده؟ خیلی چند وقت داری، دیر شد. عمه خانم خدا حافظ. بایستین دارم آینه قرآن میارم. خداحافظ. بله. سلام علیکم. بله رفت. خواهش میکنم کمی صبر کنید. الو؟ از خواب که بیدارتون نکردم. میدونستم که شما صبح زود پا میشید. اول وقتی تلفن زدم که نکنه خوابتون برده باشه. پا نشد. نه کم خوابیدیم. پس وای به حال من بیچاره که هیچ شب از فکر خیال تا صبح خواب ندارم. اعصابم به کلی خود شد. چرا؟ چراست رو باید از شما پرسید. بله. صدای شما تنها مونس و شاهد شب دلداری های من. نمیدونی چرا. پس من بدبخت چه حالی باید داشته باشم؟ موجود ضعیفی که بین دو مسئله گیر کرده، عشق به شما و وظیفه نسبت به شوهر. گوشی داشته باشیم. نه کسی نیست. بله گاهی با خودم تصمیم میگیرم نسبت به شوهرم وفادار بمونم و دونی داره به تصمیمم عمل کنم. چه مهربانی ها که در حق ما نکرد. بله من زن حق ناشناسی نیستم. من احساسات دارم. من همه چیز رو میفهمم که وقتی شما سر یه پالتو پوست با من ورق بازی میکنید و میبازید، برای اینکه دل من پالتو پوست خواسته، این دلیل بر علاقمندی شما نسبت به منه. دلیل بر تقاضایی که از من داریم. چه کنم؟ میپرستم. آخه مگه برای شما زن در تهران قحطی که دامن من بیچاره رو گرفته؟ میفهمی چی کردی؟ مگه روز اول حس نکردید که من اگه به کسی علاقه پیدا کنم ابدی؟ من در برابر این مشکل یک راه چاره بیشتر ندارم و اون این است که امشب که شوهرم به آبادان رفته و فرصت هست، دعوت شما رو قبول کنم و پیش شما بیام تا در آنجا با اثبات حق شناسی از شما خواهش کنم که از من صرف نظر کنید و بذارید برای همیشه با غم خودم بسوزم و بسازم. حتی که میل شماست. بسیار خوب، تشریف بیارید. بیایید درباره همه این مسائل صحبت کنیم. اون تو که دلخواه شماست. اگه مانی نداشته باشه میخواستم خواهش کنم ساعت 7:30 ماشین خودتون رو بفرستیم سر کوچه منتظر من باشه. هیچ مانی نداره. حتما میفرستمش. شوفرم عوض شده. شما نوروزی میشناسیدش یا نه؟ بله دیدمش. گفتید اسمش نوروزه.
بسیار خوب، بسیار خوب. تا شب. بر تو جهانگیر، توف بر تو. من هرگز تصور نمی کردم آدمی در رذالت و پستی به این درجه ممکن است برسد. بیچاره گلی چه بدی کرده بود که تو این رسوایی و افتضاح را برایش فراهم آوردی؟ حس می کردم از وقتی تو اینجا را ترک کردی او خیلی افسرده و خموده است. من ابتدا این را حمله بر مهربانی و انس او می کردم. مدتی در تعجب بودم که چرا گلی اینقدر سر قبرستان می رود. حدس می زدم که سری در کار است، تا اینکه دیشب پس از شام موقع خواب چیزی نمیخواد؟ نه جونم، برو بخواه. درسته که شهری، اما هیچ آقایی با تیمیز ذخیره به شکار رو نکرد. خدایا، آیا ما دهاتی حق دلت شدی؟ شهری آمده حق آقایی به گردن ما داره که بیان هر که دلشا مخم بتمنو بره. حکیم، پس کرامتت کن، پس من جسد کجاست؟ همین حرفا که درباره تو مجمن دروغه. شاید ما گناهکارم که همینطور ولم کردن. اگه گناهکارم گناهم چیه؟ خدایا، عاشقی هم گناهه. اگه گناهه پس دل چی درست کردی؟ میفهمیم. همین که اسم تو از لبهایش بیرون آمد تأمل را جایز ندانستم. گلی؟ آقا شمایی؟ خاک به سرم.
میان خودش و تو گذشته بود با من به میان گذاشت. بعد از چندین سال دوستی این اولین مرتبه بود که تا این اندازه به دناعت تو پی بردم. چطور تا با حال اونو نشناختم؟ پس به بیشرم. حاضرم 100 بار بدتر از اینا به روزمو بیاره، اما یک بار دیگه او رو دید. آخه چرا به خاطر یه مرد پست به خودت رنج و عذاب میدی؟ جونم تو هنوز اول جوان و زندگیته، نباید خودتو ببازی. تو در ظرف همین 3 ساله تو خونه تونستی 6 کلاس درس بخونی. با این هوش و استعدادی که داری میتونی بری تهران دیپلم بگیری و بهترین شوهرها رو بکنی. آقا این حرفا رو نزن، هنوز اونو رو دوست دارم. اگه تا چند وقت دیگه برنگرده این که چنده گریه منم که بمیرم. بعد همینطور هم شد. یک شب سرد زمستانی گلی به خانه نیامد. مشتی جان عجله نکن. مشتی گلی جان دیدی که خاکی بر سلوم رفت. گلی جان گلی برای گلی پدرش مشهدی رمضان و دهاتی‌ها خیال می‌کردند گلی از سرما مرده، ولی هنگامی که نشت در آرامگاه شیخ عطار بود خواستم برای آخرین بار صورت زیبای این دختر معصوم را که زحمات زیادی برای باثبات کردنش کشیده بودم ببینم. یک باره به وضوح متوجه جای 2 دندانی که از کبودی آن خون مکیده شده بود شدم. مرگ او برای تو گران تمام خواهد شد. من به وجود وامپیر اعتقاد دارم. یقین داشته باش که او هم مثل برادرش وامپیر شده بود. وامپیر، بله وامپیر. به هر زنی علاقه پیدا کنی من را میکشم، خونش را میمکم. نوروز کجا رفتی؟ چطور اینجا اومدی؟ هیچی آقا، اومدیم به شما خبر بدیم که دیدیم افتادیم اینجا. خبر چی؟
پروین خانم آب خوردن رو بده من. آقا ما تا همین الان تو خیابون سر کوچه‌شون وایسادیم. بالاخره دیدیم نه خیر فایده‌ای نداره نمیاد. ما هم اومدیم. همین که پشت در رسیدیم فریاد شما رو شنید. این کاغذ چی آقا؟ مسبب اصلی قتل این زن بیچاره شوهردار تو است. هر وقت صلاح بدانم شهربانی و شوهرش را در جریان آشنایی با تو خواهم گذاشت. وامپیر آقا جون اگه صلاح بدونیم امشب از خیلی مهمونی بگذاریم. آره اصلا هیچ حال و حوصله‌اش هم ندارم. حالم به هیچ وجه خوش نیست. بگو رخت خواب تو هم پهلوی اتاق من بندازن. نمیخواد بری همینجا بمون. چشم آقا. خیلی خوب. کیه؟ منم آقا. امروز پا نمیشین؟ بیا تو. سلام آقا. دیرتون شده؟ ندیرم نمیشه. بیا بذارم اینجا. امروز نمیتونم اصلا برم. پس نمیتونی از سخت پایین بیای؟ نه حالم خوش نیست. نوروزم صبح ساعت حالا منتظره. بگوش بیا تو. بفرمایید تو. آقا خبری دارم. چی شده؟ اولا وقتی دیدم شما صبح بیدار نشدین به شرکت تلفن کردم که آقا مریضن و امروز نمیاد. ثانیاً تو روزنامه‌ای که پروین خانم انداختن نوشتن مفقود الاثر شده. نوشتن شوهرش رو با دستیسه از تهرون بیرون فرستادن و سر زنش بلا آورد. آقا همچین به پوستنده بگم شما تو شرکت دشمن دارید. یا پروین خانم رو دزدیدن یا سربنیستش کردن تا شما رو بی‌آبرو کنن. آخ نوروز کاش دشمنای من چند نفر همکار و آشنا بودن. چطور برات بگم؟ خلاصه بدون که سر کار ما تنها با آدمای معلوم و مشخص نیست. دیشب تا صبح خوابم نبود. خبر این روزنامه‌ام کسی داره دیوونه‌ام میکنه. بالاخره هر جوری هست فعلا تا روشن شدن موضوع شما نباید تو خونتون بمونید. ممکنه بیان شما رو بگیرن. این دیگه چی؟ به غیر از پاسبان هر کی باشه میگم آقا نیست. آقای زمیران امروز میخوان شما رو ببینن. عجیبه. بگو بفرما تو. باش. شد اون کاری که نباید بشه. این قرار بود که فردا یا پس فردا برگرده. چطور شد امروز پیدا شد؟ اجازه هست؟ بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا بد نگه. ای بد نیستم. دیروز ساله همچین یه حالت سرگیزه مانند بهم دست داده. خیلی هم لاغر شدیم. انشالله بلا دوره. بفرمایید بفرمایید. بنده دیروز تمام روز در آبادان سر ساختمان بودم و همه دستورات جنابعالی رو انجام دادم. به هیچ وجه نگران نباشید. کار خوب پیش میره. پسر عزیز خودتون هنوز به منزل سر نزدم. گفتم اول بیام شرکت شما رو ببینم. بعد سری به منزل بزنم. این بود که اول اومدم احوال حضرت علی رو بپرسم. ممنون متشکرم. خیلی خوب کاری کردید. اتفاق افتاد. ها؟ رشته‌های اعصابم داره پاره میشه. حق دارین آقا. این که شوهر کاملا بی اطلاعه. والا آدم ما تو مبهوت میشه. من که دارم دیوونه میشم.
نمیدونم کجا فرار کنم. هر طوری شده باید یه جایی رو برای 2-3 روز پیدا کنم. پیش کی برن؟ کی بگم؟ اون آدم یه تک و تنها. دومان همه غذاهای رو باش در میون بذاره. الو؟ بله آرایشگاه اینجلا گوشی باشه خدمتتون. پاری خانم با شما کار دارم. آمدم. سلام پری خانم. میخواستم برای یک کار فوری ببینم تو. راستی سلام معذرت میخوام. سرم خیلی شلوغه. نه متاسفانه نمیتونم. از پیش به 2 نفر عروس با مهموناشون وقت دادم. وقتی سرخاروندنم ندارم. پس کی میتونم ببینم؟ پری خانم معذرت میخوام الان میام. بله بسیار خوب. بسیار خوب. پس درست ساعت 8 منزل تو. بیای. اگر احیانا گیر کردم خودتون کلید داری. بله برید تو. خداحافظ. پری خانم. بله بله آمدم خانم. میتونم خدمتشون برسم؟ بفرمایید تو سالن تا بهش خبر بدم. متشکرم. آخه چرا گفتی که من خونه هست؟ خب چی میگفتم تو خودتونه؟ نگفته بودم که نگو. سلام علیکم جهان جون. از اینجا رد می شدم دیدم چراغ اتاق روشنی گفتم بهت سری بزن. بفرما بشین. اونجا نه بالا. متشکرم. مرسی. بالا. متشکرم. تو کجا هستی؟ تو کجایی؟ همینجا. حالت چطوره؟ بد نیستم. تو چطوری؟ دیشب یه مختصر سرماخوردگی ناراحتم کرده بود. بگم میشو سرماخوردگی چیز مودیه. مثل اینکه منتظری. نه بعد شهر راستی خیلی خوب. اتفاقا منم میخوام برم شهر. خب پس معطلت نکنی. بفرما بریم. تشکر میکنم. خواهش میکنم. مرسی. نوروز نگاه کن. بله بدون شک ما مورد سوزن شهربانی هستیم. برای اینکه متوجه نشیم این افسر آشکار کنیم. نباید رو خطی بزنیم.
رسیدی. کجا میخواید برید؟ از کدوم سمت آقا؟ شما کجا میخواید برید؟ برای من فرق نیست. ما باید سیمتی برید. خب منم بلوار نیست. به شب ما برید. همینجا نگه دارید من پیاده میشم. خود تو ماشین گرد. از این که مزاحم شدم خیلی معذرت. اختیار دارید. اختیار دارید. لطف شما زیاد. لطف جان. متشکرم. خدا. حالا بر نگرد. ممکنه مظلوم بشی. برو. تو فعلا نرو. باش همینجا تا برم ببینم چی میشه. سر. تو حق نداری. پس کی تا کی باید انتظارشو بکشم؟ بینی دیدینه او باید بیشتر از اینا عذاب بکشه. باید تا شو اول دستگیریش صبر کنی. شو اول که دستگیر رفت تو زندان خدمتش میرسی. گم شو. شب اول زندان شب آخر عمرت جهنم شو. کجا؟ دور از این شهر. کجا؟ دور از این تهرون لعنتی. برو ترنج بهت میگم. حتما بیایی جهان. مجنونه ای. ممکنه حامله رفته باشه. 2-3 ماه دیگه رفته حامله. اون وقت جز مردن علاجی نداره. اگه مرو لایه رو خودت نمدنی نزد اینجا بمونه. برو با خودت ببر تهران تا اونجا که میزید رو بکنه. برگرد. کجا؟ فایده ای نداره. فایده ای نداره. مقاومت نکنید. شوفر شما هم دستگیر شد. با شما هیچ کاری نداریم. امشب رو در کلانتری کرج مهمانی ما و فردا اول وقت شما رو تحویل شهر میگردانیم. هر چی بخواید دیدم. هر کار بگید میکنم به شرط که امشب من زندان نبرید. متاسفم که ما نمیتونیم.
ممکنه خواهش کنم موافقت بفرمایید امشب در دفتر کلانتری بمونم؟ ما نمیتونیم خلاف مقررات رفتار کنیم. آخه شما نمیدونید موضوع چه قراره. والله شما نمیدونید که من تقصیری ندارم. بفرمایید تو. پس این سرکار امشب میذارید. بفرمایید. باز کنید. باز کنید. باز کنید. ممکنه خواهش کنم که این سرکار امشب اینجا بمونه؟ وای خدایا دیدی چطور شد؟ دیدی چه خاکی بر سرم رفت؟ بهرام خان چرا روشن کنی؟ چی شده؟ جهانگیر ولشو ببینم. جهانگیر چشماتو باز کن. جهان جهان جهانگیر چی شده جهانگیر؟ ممکنه حامله رفته باشه. وقتی سه ماه دیگه روزها بره. به هر زنی علاقه پیدا بکنه من آقا چی شما اصلا؟ من نگفتم بالاخره شما این کاری دست نمیدید. یوسف درو باز کن. باز کن درو. زودتر. زود اردشیر خانو خبر کن. گفتم خبرش کن. اردشیر خان یخشو باز کنید. شما هم لباستون رو زود عوض کن. اگه چیز بده یا مناز خبر. مناز کن. خیلی چیکار کنید؟ حسیبه صدا زد. صبح بخیر. شما هنوز خوابید؟ صبح بخیر. صبح بخیر. خوب خوابیدید؟ ممکنه بفهمید کجا هستم؟ بلند شید. ممکنه خواهش کنم بفهمید کی و چجوری من اینجا آوردن؟ اولین درجه از نگه دارید. بالاخره نگفتید که تو من اینجا آوردم.
همین کسانی که دیروز با شما گردش رفته بودن از صبح زود منتظرتون هستن. اونا بهتر اطلاع دارن که کجا بودید و چطور شده. یعنی چی؟ پس وامپیر؟ راستی این وامپیر چیه که اینقدر تصابه اسمشو میبردید؟ بیشتر در نمیاد. حتما اصلاحی در مشروب نوردتون کرده بوده که خواب آشفته میبودید. ببخشید من باید به سایر بیماره هم برم. بله. که گفتم شهریای خیام خونگرمه. پس چه جواب نمیشی؟ تهرونیا که خونگرمتر از همه هست. حالت به کلی خوب شد؟ بله خوب هستم. چی میخوای؟ چی کار داری؟ هنوزم میترسی؟ عزیزم به کلی من بی تقصیرم. هر جلوی داری از دوست خودت بهرام بیشتر باش. بعد از رفتن تو ما دیگه نتونستم تو ده بمونیم. دنبالت آمدم تهران، اما بهرام گفت اگه شما واقعا میخواد زن شوهر خوبی باشید باید یک چند وقت به حرف من گوش بدید. منم الان 7 ماه ضمن تحصیل فقط به دستورات رو رفتار میکنم. پس تو نمردی؟ همه این مسخره بازی رو بهرام سر من در بردی؟ البته بهرام تنها نبوده، همه به او کمک کردن. من، برادرم نوروز که پیش شما شفر شده، پروین، همه. و الان همه‌شون بیرون وایسادن تا از شما معذرت بخواد. نوروز برادر توست؟ ای بدجنس، الان دمار از روزگارش در بیارم. کجا؟ پیش از اون که به اونا چیزی بگی تکلیف ما رو معلوم کن. دارن آشتی میکنن. برو تو. نوروز جان تو برو جلو. من که روم نمیشه. خیلی خوب خودم میرم. وامپیرا هستن، اجازه هست بیایم تو؟ نخیر. حالا من با تو که این بلاها رو سرم آوردی چه معامله رو کنم؟ هر کاری که دلت